مسئله دیگر جشن میلاد در دین نصرانی ها و اسلام چه حکم دارد؟ خب بگذار دین اسلام رو نمیگوییم. معلوم است که دین مقدس اسلام تمام نوع عیدها را غیر عید رمضان و غیر عید قربان انکار میکنه و دروغ و خطا بودنش اگر ما مسلمان ها گوییم بله احتمال قابل قبول نشدنش هست، لیکن این خود نصارا، خود مورخ های مسیحی ها، آنهایی که متخصص علم تاریخ هستن، آنها هم اثبات میکنن که این باطل است، میگن این دروغ است، میگن و قرآن بیکار میکنه و انجیلشون هم کتاب مقدسشون هم اینا بیکار میکنن. خب جشن میلاد اگر رفت و حضرت عیسی علیه السلام اینا تشریع کرده باشند یا الله تعالی اگر حتی عید اعلان کرده باشد به مردم نصارا، این به مسلمان ها تعلق ندارد. خب جشن میلاد حضرت عیسی علیه السلام از کجا و کی پیدا کرد؟ آیا این سنت است در دین نصارا یا فرض است؟ الاحتفال بعید میلاد المسیح امر محدث مبتدع فی المسیحیه. احتفال یعنی جشن گرفتن میلاد حضرت مسیح یعنی حضرت عیسی، برای اونکه حضرت عیسی اگر بیمارها رو مسح کنند نابینا بینا میشد، به کل مو می برآمد، به سبب یک مسحشان درست میشد بیمارها. به یک مردم پیغمبر شدند که آنها در علم طب پیش رفته بودند. بنابراین الله تعالی معجزه حضرت عیسی علیه السلام را از جنسی آن هنرنمایی و آن صناعتی که آنها در بهترین درجه میتوانستند، معجزه حضرت عیسی را الله تعالی از جنسی هنر آنها داد، یعنی علم طب. خلاصه جشن گرفتن میلاد حضرت عیسی بدعت است در دین نصارا. شما ببینید این حتی در دین نصارا نیستین. حضرت عیسی بیزار هستند از آنهایی که جشن میلاد قید میکنند. امر محدث مبتدع فی المسیحیه. این امر محدث است، نو پیدا شده است. میگن سالهای 400 بعدی تولد عیسی اینو پیدا کردن. فاتخاذ عید میلاد المسیح عیدا بدعت احدثت بعد الحواریین. این گپی شیخ الاسلام است قدس الله روحه و نور ضریحته. میگویند که جشن گرفتن میلاد حضرت عیسی علیه السلام همچون یک عید، این بدعت است که بعد حواری ها پیدا شد. حواریین در سوره صف الله تعالی نقل کرد درباره آنها که یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. ای آنهایی که ایمان آوردید شما نصرت دهنده دین الله تعالی شوید، حرکت کنید، خدمتی به این دین مقدس اسلام کنید، با هر قدرتی که دارید، قوتی که دارید، علم دارید، هنر دارید، مال دارید، آبرویی دارید، به چه قدری که قدرت دارید خدمت و نصرت این دین مقدس اسلام را کنید. چه خیلی که حضرت عیسی به حواریین گفتن که کی یاری به دین الله تعالی میکند؟ قال الحواریون نحن انصار الله. گفتن ما این شخصیت هایی که هستیم که به دین الله تعالی یاری میدیم، که در این باره باز انشاءالله صحبتی وسیع میکنیم. خلاصه کلام شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که فلم یعهد ذلك عن المسیح، یعنی از حضرت عیسی علیه السلام این وارد نشده است، ولا عن احد من الحواریین، نه از یگان نفری از حواری ها، یعنی از صحابه های حضرت موسی عیسی علیه السلام، یعنی از صحابه های حضرت عیسی علیه السلام این روایت نشده است و این در کتاب اقتداء صراط المستقیم شیخ الاسلام رحمت الله علیه نقل کردن. جشن گرفتن میلاد حضرت عیسی مادامی که در دین خود نصرانیت یک بدعت و یک خرافات است، غیر از اینکه مشتمل تمام انواع گناه است. همین خیر نیست؟ اون شب چی گناه های میکنن مردم؟ از نوشیدن عرق و از استفاده مواد مخدر و از تمام انواع گناه ها. مگر جشن تولد پیغمبر را همین گونه جشن میگیره؟ پیغمبری که شما را از تاریکی آمد تا اینکه بر روشنی برآرد، پیغمبری که نوشیدن عرق و آمیخته شدن زن و مردها و پوشیدن عورت را فرض کرد، شما مگر جشن میلاد او را همین گونه
قید میکنید. خلاصه این در دین نصارا چیزی محدث است، چیزی نو پیدا شده است. و اما برای مسلمان ها شما تصور کنید این در دین نصارا نیست، در دین نصارا محدث. اگر در دین نصارا ثابت باشدم او دینی ما او را بیکار کردگی است. شرع من قبلنا شرع لنا، شریعت آنهایی که از ما پیش آمدن شریعت است برای ما. ما لم یخالف شرعنا، مادامی که به شریعت ما مخالفت نکند. اگر به شریعت ما ضد باشد او رد است. حالا که این جشن گرفتنی میلاد حضرت عیسی در شریعت عیسی هم بدعت است، خرافات است و خلاف شریعت حضرت عیسی است. بنابراین حضرت عیسی وقتی که می آیند در آخر زمان از آسمان می فرایند صلیب را می شکنند. این رمز دینی نو پیدا شده که گویا حضرت عیسی به این صلیب چاربیخ شدند، اینو می شکنند. متاسفانه وقتی که امروز مسلمان ها جشن می گیرند، اینو می شود گفت بیگانه پرستی که امروز به ما تلقین می کنند و ما را از این بیگانه پرستی تحذیر می کنند. خودشان در همین بیگانه پرستی غرق زدند. جشن سال نو میلادی جز بیگانه پرستی چیزی بیش نیست.